تمرین شماره 13. تمرین 13 ترکیب دوتا سیم رو که یاد گرفتیم رو با هم اجرا میکنیم. از سیم ر و اینکه حواسمون باشه دیگه خط اتصال نداره، آرشا به صورت راست و چپ هست. از ر میشه ر می، یکی راست یکی چپ، ر می می می. حالا که سیاه میشه آروم، فا فا. دوباره چنگ سری، می فا فا فا، می فا فا فا. دوباره سیاه میشه آروم، سل، انگشت سوم با فاصله از اون دوتا. دوباره چنگ، فا سل سل سل. تغییر سیم داریم، میایم رو سیم لا لا لا. خط دوم دیگه رو سیم لا هستیم، لا سی 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 دو دو سی دو دو دو. ر انگشت سوم با فاصله. دوباره چنگ، ر دو سی لا. یه دونه ر سیم دست باز، یه دونه لا سیم دوم، پس پیوستهش میشه